کاری شنی و پس باشه که زنکه که من قطعی در یک طبق نام میخورم. پیامبر میگه بهترین برادر عزیز بهترین صدقه ولی ببینیم بهترین صدقه به سوی الله انمو صدقه است که تو با دست میگیری و در دهن زنت میمونیش. پیامبر میگه بهترین صدقه. آیا همین مردم همین طرف دیگه ما همین کنار میبینیم همین کنار میبینیم که همین مردم یگان طعام مراجنی یگان شیرینی در دهن زناشون میمونند. این تعلیمات پیغمبر میگه بالاترین صدقه. برادر عزیز با اندک یک کار عادی را انجام دادن میدونی که این مستقیم زندگی را ایفاده میکنه. این معنای او را دارد که تو یعنی در زندگی اعتمادی داری، تو از این زن باوری داری، تو این زن را احترام میکنی. این کاری را که پیغمبر کرده است او به خاطر شهوت چرانیش نکرده است. او به خاطر که زنها را دوست بدارم و دائم در گرد من زنها جمشگی باشند نه به خاطر نیست. حضرت هر کارش تعلیمات برای ما بود. حاجت را خانه روی شدیم چی خیلی درفت، خواب کنی شدیم چی خیلی خواب میکرد، نشستن شدیم چی خیلی می نشست. او را خداوند همچون روان کرد که هر کاری را نگاه کنین تعلیم بگیرین. این به همین خاطر آمده گه میگه استخوانی را که عایشه میخوای برادر عزیز تصور کنید استخوانی را که عایشه میخوای پیغمبر میگرفتش میخوایدش. شما را طبیعتون قد پیغمبر نازکه